آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. میلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی نپرس گفتید نمیپرسم. التماس گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخی همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم به خدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفته که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما بیرون نکن. بپرس چهره چی تو؟ دست حقزنی ملیسه رو بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدور زده دید میگم که با آتلا زور بشه. سر بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغات. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغ سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟ آها، در آخر اشاره یافتم. چوکر هستی؟ سردارم بینید زاغ سیاه رو دستگیر کردم. بینید با شما زاغ سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یگان دلیل داری؟ ها؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه با خدا دیگه سیاه‌تر شنه یافتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس با تای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. میگم سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جهت نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگرد. رفته در خانه‌تون خواب. او لالا ماما میا. این در خانه بیام. خانه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. او لالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاکت. خوراک‌های ما رو بسیار یاد کردی ها؟ در آنجا هم همین خیل خوراک‌ها هست اما مانند اینجا نه. حتی اینجا بوی پامیدور دیگر است. سمی از همه بسیارتر به فکر موشی پلاو رو یاد کردی ها؟ بله راست میگی. بسیار هم پزمان شدم. همین آدم نمیرسید. از آمادهش مرا ناآرام ساخته است. پنیر. درباره پنیر در بین شما چه چیز هست که ما نمیدانیم؟ بله من هم نمیدونم. زورا فهمون. نفهمون. بیا در این باره گم نزنیم. البته که میفهمونم. ما در وقتی مکتب خونی بعضا به پنیر خوریم میرفتیم. سمی اون وقت از پنیر نفرت داشت. ما با سیلین میخوردیم و سمی نگاه میکرد. این چه خوراک است که شما میخورید؟ بله با من مطلوب نیست طاقت خوردن اون رو ندارم. حتی یگان کس در نزد من خورد با این هم طاقت ندارم. بیامون اینا من در روی برویت خورده سادم کو. تو در اصل تیز رو دوست می داشتی خوردن نمیتوانستی ای رو قبول کن. خیر میلش ما باشیم با سلین شرط کردیم که کسی که به سمی پنیر خوراند خونه رو تازه نمی کند. شما بلوچه خیر کنی دوانده؟ اینها کو از خفای من یک مو کوشش میکردن که پنیر خورانند. میدویدیم آخر تو پنیر نمیخوردی که بعد به سری من یک فکری عالی جناب اومد. با فروشنده مکتبمون گپ زنم کردم که هر روز در داخل گامبرگر سمی یک پرچه پنیر میگذاشت. بعد چی شد؟ یک نونی کلان رو گرفته بعد فرو برده ایستاده بود که یک نظر کرد و مزه‌اش رو فهمیده. باز یک گازه دیگر گرفت و گفت که دخترها
این مازش با پنیر مانند است. سوپ سرخ شد و داد زد. آی دلم سوخت. دیلت نسوزد. خیر به همین خاطر شرط را بریده وظیفه خانگی را سلین کرده. تو بلوچه باش. اینا همین خیل شده پجان. بس است. بعد تمام روز همون خل سوپ سرخ گشت. ای مگر به همین بچه خل کار کردن راست میاد؟ شیرینکی منو جانی موجودی. خانم عیب است و خیر عیب میدونید این آدم را یگان کار کردن لازم. زهرا تو با من نگفتی سمی اساسا با شما چی میشود؟ زهرا تو مگر سمی را با داماد شناس نکردی؟ البته شناس کردم بابا جان، اما زیا باید به مسجد می رفتن. از همین سبب وقت صحبت کردن نداشتن. من یک دوست بی نهایت عزیز با نام الفت شاه داشتم. خداوند رحمتش کند. آمین. آمین. الفت شاه بسیار بر وقت از دنیا گذشت. وقتی که سمی بسیار خرد بود او از این دنیا رحلت کرد. از همون دوست عزیزم سمی برای یک کودک ماندنش برای من یگانه تسلی شد. از اون روز این طرف در زیر دستی من است. اماکی اکرم مانند هر دفعه بسیار خاکسارانه رفتار کرد. بعد پدرم را از دست دادم، با من صاحبی کرد، به وای رسوند. خانم مرا حقش در بالایم بزرگ است. اگر امروز من در یگان جا باشم از خاطر اماکی اکرم است. حقت رو چی خیل می سپارم. یعنی یگان رشته خویشاوندی هم نداشتم. تو به همون هم همه وقت در داخل عائله ما بودی. سلامت باشید. خیر اکنون با من اجازت جنابان. معلوم به کجا دوملو؟ با مسجد جناب نماز است. خدا قبول گرداند. خوش آمده دوملو. سلامت باشید جناب. آمین. یک بار دیگر تشکر. من تو را گسل کدم جان؟ نه لطفا تو با مهمان یک جایه باش. مالش شب خوش. تو بازید. شب خوش عزیزم. شب خوش جانم. به من هم اجازت. وقتی دارو خوری هم آمد باز کمی استراحت میکنم. براحت باشید. اشتهای تمام. شب بخیر پدر. شب خوش. در یک روز چند بار با مسجد می رود؟ 5 بار. هر روز؟ یک روز یک شنبه. هر روز. خیر چی؟ امشب با یگان جو تماشا رویم ما؟ فکری اولی جناب. از شهر کمی دور شدیم، بعضی جای ها رو فراموش کردیم و مانند دوره های گذشته وقتی خوش میگذرونیم. حالا جوانت بر آمده استراحت کنید، تماشا کنید. مانند ما در خانه میشینید. البته سمی جان، حالا تو جوانی، زن نداری، رفته استراحت کردن که اگر مثل من زنگیری از استراحت میمونی. به جایی های اولی جناب کشوده شده است. بعد از رفتن تو این شهر بسیار تغییر. اگر پگاه شب تماشا برایم چی می شود؟ تو مانده شدی، من هم کمی خواب دارم، بر وقت باید بیدار شوم. یعنی بازی رو غیرمون میکنیم؟ ای سمی جان، شاید این کار با دامولای زهرا پیسان ناید. تو هم التماس زهرا رو بفهم در این حالت. چرا پیسان ناید؟ این چه علاقه دارد ینگه؟ زیاد با این خیل کارها دخالت نمی کند. زهرا جان، من خوبی تو رو فکر کرده این خیل میگویم. آدم در نتیجه دومولو است. یک نمیگوید، دو نمیگوید، در سیومش انگشترین رو برویت میپرتاید. اینقدر هم نه. نفهمیدم چرا انگشترین رو برویم پرتاید؟ چه علاقه دارد؟ مادر چرا این خیلی میگویی؟ دومولوزیو اینقدر انسانی دلسنگ نیست؟ یعنی اما تو هم از دومولو اجازت میگرفتی؟ یعنی بعد تو رو جنگ نکند که با این خیلی جایی ها رفتی؟ با خدا جنگ کردنش ممکن، یعنی در نتیجه این خیل کارها انقدر با او پیسه نیست. تو کجا و خاموش میسته داخل. هر کس آخر تو جای صبر میکند، یعنی کاسه صبرش لبریز میشود. این زندگی شخصی من است. به هیچ کس علاقه ندارد ینگه جان. مایلش سمی جان، پس میرویم. من یک بار سلین رو هم دعوت میکنم. عالی جناب. سلام آقای پلیس. از اکم یگم خبر آوردید؟ اکاتون درباره اکاتون متاسفانه یگان خبر به من نرسیده است. من در این جاها خانه کفته استودم، از شما یک پرسم گفتم. تمام، در خاطر میگیرم. یگم خبر اگر شد به من خبر رسانید. اینطور باشه یک لیموچه دم کنید، من اینجا میشینم. دلم زیخه، نمیدانم چی کار کنم، دلم زیخه.
مایلش این رو میبینم. رحمت باز بیایید. استاد پیش از برآمدن یک سوال پرسم. هجری جان سراسیمم. استاد پاتینکای مرا دزدیدن. گوش کن هجری. چی؟ پاتینکات رو؟ استاد پاتینکا هم نیست. هجری نخود در خونه خدا پاتینکات رو دزدن. اما نمیدونم استاد. آغاز به این مدد کن یکون پاتینکایو باید گنجو باز خونک نخورد. هجری جان کمی دقت کردن در کار. عذر میپرسم استاد مرا ببخشید. پاتینکات کجا شدن اکا هجری؟ نمیدونم در همین جا مونده بودم. اون طرف رو بینیم. خدا از کسی که پاتینکاهای هجری رو دزدیده است راضی باشد. از یک سوال خلاص شده. استاد استاد انتظار شوید. سوال پرسیدنی بودم رفتید استاد. یا خدایا ای هجری مگر من میگریزم پگاه میپرسی سوالت رو پایلوش میدوی سوالت بسیار مهم است می. استاد روزی گذشته گفتم که سوال نپرسم به خدا تا سحر خوابم نبود بسیار خواطر شدم. بپرسه. استاد جلوی تقدیر سوالی که از شما میپرسیدم به سرم اومد. پاتینکام رو دزدیدن. استاد کسی از مسجد پاتینکا دزدد دوزخی است؟ نه هجری تو عجایب انسانی. نویس اگر شرایط آن شخص وزنین باشد احتیاج داشته باشد یگان گناه نیست. اگر شرایطش خوب باشد این بسیار گناهی وزنین است. او باید که در روی لای 1 ساعت راه گردد. در روی لای راه میگردد؟ تیز از اینجا رو خنکت میزند بیمار میشوی. من رفته یک بار دیگر کوبم پاتینکام رو استاد. خداوند این مشکل رو به سر هیچ کس نورد استاد. رو خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. این پسر شوخی میکند یا گپی حق میزند با خدا که نفهمیدم. نمک لا باشه. بسیار غمگینم نمک. میبرایم. کجا میرویم؟ الو سلین در کجای چند ساعت شد که جستجو دارم؟ آی عذری زیاد میخواهم تلفنم رو به آواز مونده بودم و کارخانه قنادی شما آمدم دلم کمی شیرینی خواست. لیکن آفرین سلین مگر از این قدر راه دور برای شیرینی به کارگاه رفتی؟ خیلی چی کار کنم در این محله شما شیرینی های بسیار با لذت میکنن. مقبول شد. هرمله شکل مرا گوش کن. ما با سمی و میلیس به مرکز دلخوشی رفته ایستادیم. بیا تو هم دلخوشی میکنی. مایلش عزیزم همین شیرینی ها رو گرفته میآیم. تیزتر بیا سلین جان باز دیر نکنی. مایلش زهرا جان شما را گید من لباسم را بس کرده میآیم. مایلش خیر. تا باز دید خیر خیر. السلام خانم سلین سیات هستید؟ خدایا چی خیلی تصادف. چی خانم سلین؟ یکان کاری بد است؟ تو کی از من دور میشوی؟ سلین جان با این گپا لیمیتی عادی رو در نظر دارد یا لیمیتی پلیس رو؟ دمت رو گیر. نه من یعنی
شخصی هستم که هیچ وقت از پشت وظیفه هم کتگی نمی کنم. از همین سبب من پرسیدم. از من دور شو. نامیک این همان دختر نیست؟ همون است. خانم سلینه، آیا خانه تا یکو که از خوزگاری آمد یا که خریدار کم است؟ دوستانه یک مصلحت لوین جمعی سلین برابر لوباف. چی خیلی فهمیدی؟ گم شو از نزدم دیوانه. شب بخیر خانم. این چور چشم اگر ناراحتت کرده باشد گپ زن برداریمش. بچه چی خیلی گپ زنی های؟ بردار نکی که می بردار شدی نه می بردارم. فهمیدی برادر؟ فراموش نکی که رو پروی تو ملیته ایستاده با نام لوینت. تو مرا تعظیم میکنی؟ ها؟ ای برادر این یک چیز نروش میگن. حاضر در دستات میزنم بعد احوالت میبینم. اکا با کارمند ارگان شوخی نکن. با این آهنک چی خود نمایی داری؟ آقا درست میگوید او مرا ناراحت کرده سوده است. این آهن را به دستان خودت ببند و مرا از خودت نجات بده. این سرداری مافیا از تو دیده انسانی خوبتر و با معرفت تر است. خانم من سردار مافیا نیستم، صاحب کارم. لطفا خطا نفهمید، خواهش میکنم. تو چرا گپ رو نمیفهمی ها؟ چرا از قفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمید میلش سلین، مادامی که این خیلی میخواه من دیگر از پشت شما نمیدوم. رای من تو از این پس جدا شد. بخدا لوین تا پد بدید کرد. सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों اگر خواهید تا مکان زیستتان برده میرسونیم. تشکر. من خودم ماشین دارم، خودم میرم. میلش شبهای خوش. जाने ही तो जिसका निशान कल हो ना हो हर पल यहाँ जी भर जियो صدقه عشق پاکی مکلد. خدا من کرد کرد. با این وزی دوست داری من میخیل میکنی سله. آتش عشقت را که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پرفش کردی. روی همه یاشی خاصی ها. این رود شاله میقتی عاشقی. ای خانم سلین دل مازی میکفه. خود من دارده میکشم. آسیاب بنابت های یکی ما در نوبت نمیرسم. برای بابایم هم بسیار خوب شد آمدن سمیه و بسیار خوشحال شد. ندانم. جانکم لبای جونم. زهرا به تو درباره ذوق سیاه یگان چیز گفت؟ نه چرا؟ نه هم تو خواطر شدم. عجب ما هم با آنها به مرکز دلخوشی می رفتیم. خیلی خوب می شد. از روز اول سمی رو هم رنجوندیم. با همراهی تو که به وقت خوشگذرانی رفتیم. عزیزم بسیار ماندم. یعنی خوبشون که در خانه استیم. خیر نباشد من با تو یگان خوراک تیار کنم شاید گرسنه ماندی. نه این شب من خوراک میپزم. تو راست میگویی؟ اوه حالا بسیار چیز میشونی خانم علی. در نبودن تو در آشخانه بسیار هم آشپزی ماهر شده. نه خود البته مخصوصا در پختن تخم بریان. امشب در منوی ما تخم بریان. خیر نباشد تیار کنم بخوریم. شوهری عزیزم. شام بخیر. خوش آمدی داماد. بیا شام بخیر دوملوزیو. شام بخیر. من در اصل نزد زهرا آمدم. دوملوزیو سمی عروست رو برد. برد چی منو دارد؟ این زن چی خیلی گپ میزند؟ بخشش خانم طول نجب و آقای سمی دکتر رو کجا برد؟ پسرم بسایی رو گشت بر آمدن. هیچ کجا نرفتند. به فکرم به تو گفتن رو فراموش کردن. شاید. اگر خواهی تو هم رو زهرا بسیار خرسند می شود. خیر میلش من شما رو بسیار ناراحت نکنم. شبتون خوش. سپاکاینی ناچ. گود بای. شبی خوش. سلامت باشید.
بای همین ریش من هیچ نبرآمد. زهرا تو دملازیو رو تلخ کف میکنی. کلا در اینجا پسری دانشگاه خواندگی مونده مگر با تو نظر میکردن؟ هم پسری زیبا با حالت نگه با من چی شده استاده است؟ حضر دلم میکفد. الو خانم زهرا، شما در کجا میگردید؟ مایلش جونم. خیر دملا تا بازید. بای بای. دملازیو هم میآید. اوه یک نمایشی عالی جناب. رقص ما رو انتظار نگوی. زهرا لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. چی بوده است؟ شما یعنی تو با داملا چی شده است با ما؟ مگر بین شما یگان موافقت موجود است؟ گوش کن خطا نفهم، تنها از خواطری هم پرسیدم. سمی جان اگر به اطرافت با دقت نظر افکنی در کائنات همه چیز برای پورا کردن یکدیگر آفریده شده است. نفهمیدم. خیلی میفهمونم. به فکر من برای مناسبت مکمل طرفان نباید که به یکدیگر موافق باشند. چرا؟ چون که گوناگونی بایگری است. تنها با این راه یکدیگر را پورا میکنند. مانند یکدیگر این مثل آهن ابو است. این سخنها را این دامولو به تو نشان داده است؟ چه علاقه داره سمی؟ بیاید این گپا رو مانیم به درون داریم. مرحمت خانمان. اینجا با تو معقول شد؟ زیباست اما چه نیتونه؟ واهمه نکن سمی. واهمه نمیکنم، لباس هایت بسیار زیبا در بین همه دیگر خیلی تو. تشکر زیاد. و خدا راستش رو گویم وقتی که تو رو دیدم بسیار در حیرت موندم. وقتی که من رفته بودم تو مایدهک بودی. آنقدر هم نیست سمی. همین خیلی. دخترها مانند دوره های گذشته شدن خیلی اینها رو یک طرف نگذاریم و دمو میدیم. داملا هم آمد. اکنون همه پوره شدیم. سیاه در اینجاییم. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام بابایشون. خوش آمدی. خوش آمده. دخترها یکون قصد از شویی میرود؟ نه جونم. زورا بیا رقص میکنیم. خفه نشو سمی، بسیار مونده شدم. زورا روز خورسندی همون رو دریا داری؟ رقص کرده بودیم کو تمام مکتب ایران شده بود. فهمو تو امروز خواهش نداشته ای؟ ملیس رقص میکنیم؟ البته. رفتیم. سلین رفتیم. تشکر زیاد خانم زهرا. برای چی؟ یعنی برای مسئولیتتون رو دونسته با سمی رقص نکردنتون. خواهش میکنم. او بسیار شناسی کنتون است. نفهمیدم. این سمی احمق رو وای سمی رو میگویم شناسی کنتون است. بسیار دستی کهنه امان است. سمی، ملیس و ما در یک مکتب میخوندیم. پدر سمی در شرکت بابایم ادوکت بود. بر وقت وفات کرد. بعد بابایم سمی را سرپرستی میکرد. او را به خارج فرستاد. چه تمام عائله رو دست میدارد یعنی؟ نفهمیدم. میگویم که عائله‌تون نگاه بین کرده است بسیار رفتار خوب است. این دفعه کارت مشکل است ای بچه. این سمی مانند چقدر ارسوس نیست. این بین رقص کنی هایش رو بین. این من بتون اگر ناراحت شده باشید میتوانیم رویم. خوبم. باوری دارید؟ باوری دارم خوبم. یعنی برای من هم دیگرگونی شد. من تو یکون خطای این سمی رو نیفتم اگر راحت میکنم.
شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همسایه نسخری رفته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک درآمده یردم تیم، یگون لالی نوشته باشه، یگون کاسه باشه یردم کنم. اگر گویی یردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردونم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من آدم اندک مندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهانه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی، فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. به من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسیز خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. به شما هم شب خوش. سیوال، چرا با این قدر ناحرمتانه رفتار کردی؟ و تو چی کرد؟ شما بسیار زیبا میرقصه. چرا با رقص نامده؟ با خدا امشب با فکر من خدر خواهش ندارم خانم فیل نکنید. با زور رو رقص نکردید، اقلا با من رقص کنید. ما اکنون رقصمون رو در تویمون میکنیم خانم ملیس. گپ های دوملو رو ببین. اوی زهرو، رنگی چشمم تماما ریخته است. کنی بینم؟ کمی ریخته است اما معلوم نیست. من این طبیع سودا نمیتوانم. رفتیم توزا کنم. چی؟ دستشویی میروید؟ بله عزیزم، من هم میروم. مایلر جانم روید. داملا خوب که اومدید. میگویم که در سرمون داملا بودنت خوب است. معلوم در اینجا شیطان ها بسیار. بله پیر شیطان توی. مگر من تو رو با زهره تنها میگذارم؟ سلامت باشد آقای سمی. شما هم اکنون اعضای این عائله حساب میشوید. یعنی اگر قبول کنید یکدیگرمون را آقا گفته خطاب نکنیم. اگر قبول کنید من شما را سمی گویم، شما مرا زیا بگید. یه شوخی؟ البته سمی. با انگشت زهره انگشترین انداختن اینقدر آسان است برای دامول و عموما. تو چه حیله‌ای داری اما میبینیم. ای بچه این حریف را بین. بخنده این دیگر یک به دهانش میزدم. دامولا نترسی، شربتی میوه است. پرگپ. به خدا پرگپ است. بسیار هم شب زیبا بود. یاد کرده بودم. خوب کردی که اومدی سمی. بیاید اکنون به خانه داریم. سمی هم مانده شد خوب میکند. چه خیلی خوب کردن. این احمد در اینجا میماند. یک مشکلی دیگر. جانم، اگر خواهید تو هم خوب کن. در اصل از پشیمو بیخوابی کشیدی. سحر باید بر وقت بیدار شوی. این پشه در اینجا خواب کند مرا چه خیلی خواب میبرد. زهره کمی صحبت کنیم. البته. زیا جان، از شینا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به هر شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه من آن دستت رو گرفته. نداملو گوش میکنم. این چه خیلی ویدو. همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشه و داخل این چی رفتارد. هنگام رفتن دست میبردارد. داملو اویسته میشنه و داخل. شنه و شنیدن گیرد. بس بوده که داخل. چقدرش رفت. سمیش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگونه ایم. داملو استغفرالله. داملو استغفرالله. ایبرو نمیدونید مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله داملو. حاضر از هوش میرم. از هوش روی رفتن که اگر من تو رو دارم آمد از همین تو رو دارد. این چی گپ خودش؟ گوش کن خانم زهره، 100 بار گپ زدیم. من یک دامولا هستم، تو هم فاتح شده ای من هستی.
ای این خیلی رفتار با تو نمیشه. اما داملو او دوستی نزدیکی من است. من زد کسن دوستی نزدیکی تو رو با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکنه؟ مگر من نمیدونم؟ داملو مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمیکردیم کو؟ مناسبت نمیکردیم ها؟ یا اینکه شما با من رشک دارید؟ چی میگویی؟ چه خیلی رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر تو فاتحه شده من هستی. این خیلی هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دوست دختری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو بر رفتار باید کمی دقت کن. این خیلی نمیشود. چه خیلی اون سمی به شرم با تو نظر کرد. با من معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر من مقصد جوانان رو میفهمم میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم داملو. آفرین. داملو؟ لبای داملو من چی ها گفتن شما را تخمین کرده نمیتوانم. اما سمی دوستی من است. دوستی اویله ما حساب می شود. یعنی تنها دوست میگوید؟ یعنی دوستمون دوستی پیشینم دوستی اویلوی من است. با شما چی رفتار کردنتان رو میدانستگیستی؟ برای مرا فهمیدنتان تشکر زیاد. شبتان خوش. تو تنها در سرت خیال کرده پت پت کن. وقتی که با دختر روبرو شدن به دهانت آگل بی عقل تو حتی جای خوک هم نداری. کلتکل است. ای برادر در اصل این دختر با ذوق سیاه حیران است. نه این دختر با اون بفهم نظر نمی کند. گرچنده که ما چی دخترها دیدیم نظر کردیم. ای عصبی نشوی. ای ذوق سیاه در ای تو رسید. ذوق سیاه شما ذوق سیاه خانم زهرا خواب نبوده؟ ناراحت نکردن انشالله؟ خواب نبرد مرا. بیدار بودم. اگر خواب هم میبرد در خواب هم میدیدم شما را. خواب در کار نیست. حقیقت در رو بروید. از هیجان چیزی گفتن نتوانست ایستادن. این خوب باشد یا حقیقت؟ خانم زهرا امروز شما را کمی غمگین دیدم. یگان مشکلی دارید مگر؟ با من فهمونده میتوانید؟ شما مرا پی بردید؟ مرا در کجا دیدید؟ نه در مرکزی دلخوشی دیدم. شما هم در اونجا بودید مگر شما رو من ندیدم؟ می بودید میدیدم. یا اینکه شما را دوست داشتهتان میرنجاند؟ نه نمیرنجاند. شوهر شونده مرا شما میشناسید؟ اگر این دامولای احمق رو گوید یعنی اگر یگان کاری خطا کرده ایستاده باشد مسئلهش رو بینم. نه لطفاً به او ضرر نرسانید. ذوق سیاه او بسیار آدم خوب است. با فکر ما رو دوست می‌دارید؟ نفهمیدم. این هم سوال است مگر؟ یگان شخص با آدمی که دوستش نمی‌دارد آیله دار می‌شود؟ نه من او را دوست نمی‌دارم. این خیلی نیست. چی؟ نفهمیدم. پس چرا با او لدار میشوید خانم؟ چرا آن شخص رو با حسیات میارید؟ من هیچ کس رو به حسیات نمیارم. آخر او مرا دوست نمیدارد. او دامولای مسجد است و باید او با کسی ویلدار شود که در اطرافش است. چخیر؟ خودم را گم کردم. ای خودو بگیرم. خیلی مالش خانم من با این خیلی کارهای آمیخته سر و کار ندارم. مرا دیگر نمیبینی. اما من با شما یک چیز گویم. دامولا رو دوست دارید. آدم خوب میتابد. شما نمیشوید. یک دقیقه ایستید من همش رو به شما شرح میدیم. شبتان خوش. اوف ذوق سیاه نروید ایستید نروید. ای به اینجا بیاید رفتی رفت. تمام ترسیدن در کار نیست. زهرا با ذوق سیاه عاشق است. اما حالا باشه زهرا رو با واسطه ذوق سیاه و دامولازی عاشق کردن هم در کار. اما چه خیل چرا ترسم؟ آخر من ذوق سیاه هستم که با یکان راه حل میکنیم. در کار شود نقاب را میکشم کار حل میشود. چی کار کرده ایستادم دیوانوار. یه دو از اینجایی خود با خود گپ زدم.
шапаракои шабона кани фаҳмонед шабатон чӣ хел гузашт? бисёр хушҳолӣ кардем. ҳарчанд домуло зиё каме нороҳат шуд. албатта нороҳат мешудааст. домулои масҷид дар он хел ҷойҳо чӣ кор мекунад охир? янга ӯ ҳам мисли инсонҳои дигар нафс дорад. намегузорад ки дар бораи шавҳаршавандааш гап занед. самӣ ин шаҳрро ба фикрам бисёр ёд кардаӣ. бисёр. ҳатто ин кӯча дар хобам даромада буд. ман аз ин хотир ба ин ҷо омаданро қарор додам. писарам, зебогии ин кӯча ҳам намондааст. дар гузашта ин кӯча бисёр зебо буд. мелис, ба фикрам имрӯз он қадар кори муҳиме надоштӣ, а? агар хоҳӣ ӯ туро ба сайру гашт барад. ҳеҷ мушкиле нест. ҳаво хуб аст. ту чӣ мегӯӣ? албатта мешавад. албатта агар мо кор намедоштем бо ту мерафтем. зуҳро, ту ҳам омадан мехоҳӣ? бобои эшонаш иҷозат намедиҳад. чӣ шуд ҷонам? шӯхӣ дорам. не, ҳатто дар ин хона шӯхӣ ҳам карда наметавонем. ҳеҷ кас шӯхиро намебардорад. шӯхӣ ҳам як ҷой дорад. охири шӯхӣ чӣ аст? ту бисёр хуб медонӣ. як шӯхиро такрор карда истодаӣ. акнун бас аст. ту ба падарат ягон гап зада наметавонӣ кӯ. ту маро дар муқобили падарат муҳофизат намекунӣ кӯ. офарин ба чӣ мегӯӣ ту? падарам рост мегӯяд. ҳамин хел фарух? ва ба фикрам зиё омад. фарида, ассалом. хуш омадӣ. ту чӣ кор дорӣ инҷо? хуш омадӣ. хуш бошед. иштиҳоитон хафа нашавед, шуморо нороҳат кардам. ин духтар кист? фарида, дӯсти мактабиам бобоҷон. ҳамин хел. хуш омадед духтарам. хуш бошед. нешида хонум, бинед меҳмон омад. ба ӯ ягон чиз биёред. дар асл вақти зиёд надорам. зуд масъаларо гӯям хуб мешавад. ман инҷо барои зуҳро омадам. барои ман? бале, ман дар телевизион кор мекунам ва мехостам дар бораи ишқи ғайриоддӣ як барнома кунам ва ту ба сарам омадӣ. агар қабул кунӣ. интихоби хуб кардаӣ. ошиқони замонавӣ. бале, ман ҳам аз ин хотир ба инҷо омадам. мелис нақл карда буд. ба фикрам танҳо шумо омадед дар ҳоле ки мавзӯъ дар бораи ишқи ғайриоддӣ буд. ман бояд то пагоҳ ин вазифаро тамом кунам. лутфан бо шавҳаршавандаатон ба ман кӯмак кунед. илтимос рад накунед, барои ман муҳим аст. ба суроғаи бисёр ҳам дуруст омадӣ духтарам. аз инҳо ишқи бисёр ҳам ғайриоддӣ ва бузург аст. зуҳро духтарам, ба масҷид равед. зиёро гирифта як ҷоя шуда кори дӯстатонро ҳал кунед. равед. шавкат, дар кӯчаҳо нагард. вазъиятамон он қадар хуб нест ҳоло. бародар, вақте ки ту ин хел мегӯӣ, яку якбора ғамгин шуда ба берун баромадан мехоҳам. дар хона дилам танг мешавад. ту маърака ба маърака бугарду, ман дар хона бишинам. майлашу бародар, охир ливен дар ин ҷоҳо гашта истодааст. аз як тараф намик. гӯш кунӣ, ин намик ягон хубӣ мекунад ба ту. эгум ки намика, биё думуло мара қатъи севалҷо никоҳ кун. кордро бароварда ба шикамат 2 бор мезанам, баъд мебинӣ ҳолатро. ба худо динане ки ҳамин севал ганда асабома вайрон кард. дига намефора бинемош. ту рафтан гир, ман кургон марш. бира ма шириноям безур. дар кӯчаҳо бисёр нагард. вассалом. салому алайкум. марҳамат думуло. ташаккур хонам. чӣ думуло, дӯстатон шавкат шикоят кардани нестаму, аммо хонам севал, чизе бошад равшан нақл кунед. илтимос ба ӯ фаҳмонед ки нисбати ман бо диққатона рафтор кунад. чӣ шуд? ягон кори хато кард? не, ягон кори хато накардаасту, аммо ман бо шахсе ба монанди ӯ не, монанди шумо бо як шахси бо имон оила барпо кардан мехоҳам. медонед, намик ба дилам зад. бо имон, албатта хонам севал, рост мегӯед. ман бо шавкат гап мезанам. ба ҷои ӯ аз шумо бахшиш мепурсам. шумо ӯро хато фаҳмидед. шояд. думуло, як дақиқа ба шумо як чиз меорам. ё худоё, ин духтар чӣ аҷоиб духтар. думуло, ин барои шумо.
لطفاً کشوید. برای شما گفتم، برای تمامی خوبی‌هایی که برای من کردید، برای همه‌اش تشکر زیاد. خانم سیوال لازم نبود. هیچ گپ نه دومولا. زمستان هم آمد، هم گرم نگاه می‌دارد. سلامت باشه. تشکر زیاد. زهرا گردن بندی نم خریدی زیاد جان؟ نه وای خانم سیوال برای منتداری با من این رو خریده است. بخیر باشد. رحمت. این کس فریده. سلام علیکم. او روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون است. برنامه دارد در رادیو با نام عشق حقیقی. عشق ما رو میفهماند به همگان. چی میشود حالا نفهمیدم. یگان چیزی نفهمان است. یک چند سوال میپرسم شما جواب میدهید. تمام. عشق به زهرا داشتهتان را چخل میفهمانید؟ مانند شخصی که دیگر هیچ بر نمیگردد او را انتظاری. چخل؟ یعنی فکر میکنید که یک جای نمیشوید؟ نه اما شخصی را که یک عمر منتظرش میشوی و او هرگز بر نمیگردد. این همه خیلی است. نمیدانم. با یک دامولو اویله دار میشوید. برای این طرز زندگی خودتان را ترک میکنید. ما اگر با طرز زندگی یک دیگرمون دخالت نکنیم هم یک دیگر را حرمت میکنیم. مثلا به رفتارهایم بسیار دقت دادن را آغاز کردم. از آن چیزهایی که بعضیا پسند نیست پرهیز کردن را کوشش میکنم. زهرا جان خودت رو به دست گیر. مالش با یک کلمه عشقتان را بیان کنید. آرزو صبر صبر نه حرمت باشد. چه خیلی که میدونید محبت هم میشود. باری اول عاشق شدنتان را کی فهمیدید؟ خودم رو وقتی که تماما به خطر حس می‌کردم. کمی شرمیدید؟ بسیار حسیات عجیب. گویا حس میکنی که در دنیا یگان قوه به تو ضرر رساندن نمیتواند. یگان قوه. خودت را تماما به خطر حس میکنی. اگر از روی طرز زندگیتون برای جدا شدن مجبور شوید، حیات خودتون را ترک کرده، حیات او را زنده میکنید. عشق میسوزنده است. اگر به کسی عاشق شوی که اون رو نمیشناسی. سلام علیکم بابی راج خوبی؟ مرا گفتی نمیک؟ او ترا گفتم. میگن که همه دوملوزیاتون یا آدم فریبگاره راسته؟ تو چی ها میگویی؟ ادبی گپ نزایرد. این گپ همه نگفتم. تمام محله میگه که دوملوزی های مرده که دیوس های. این گپ ها را از کجا میبروری؟ چه ها میگویی؟ من نگفتم. عروس شونده دوملوز یا زورو از کو یک زاغ سیاه دیگر در محله پیدا شده کو. اکای خلیل تو میدونی زورو قطعی زاغ سیاه میگشته. پروتستیان نکن امیق. گناه تهمت بسیار عظیم است. گناه دختر را به گردن نگیر. البته که حقیقت تلخ است میگویند. استادم باز نفهمد. من بفهمه و دوملوگی را بس کنه. یا شرمندگی ایزو میکشم که در این محله بگردم. یا خدایا، زهرا را برای دامولا من خواستگاری کردم.
به یکدیگرشان چنان به محبت نگاه میکنند که این روش سیاه میکنه. این نمیکچه همیشه بدخویی میکند. استادم گناه ندارد. طبیعت این آدم همین خیلی است. یک حیات تهمت میکند دیگر کار ندارد. به هر دویتان تشکر زیاد میگویم. خواهش میکنم چیکار کردیم که نمیارزد. این به شما فایده میرسانده؟ بسیار، حتی زیادتر. تشکر زیاد. زهرا جان ما هم باید خیزیم. به کارخانه دیر کردیم. معلش عزیزم. بله من هم به مسجد روم. بسیار هم یک روزی زیبا شد سمی. بله من هم بسیار خوشحالی کردم. این زهرا با اون شخص از کی باز یک جای است؟ دوملو رو در نظر داری؟ آها. اونقدر دور نه، همین نزدیکی ها. یعنی عشق ناگهانی ها؟ به خدا همین طور. برای زهرا خوب شد. در کارخانه بند شده موندگی بود. اکنون به حیاتش رنگ در اومد. گفته خطا نمیکنیم. کدام کارخانه؟ زهرا کارخانه خودش رو دارد. ها درست. بله درست. چی میگویی اگر کارخانه رو زیارتی ناگهانه کنی؟ میشود. چرا بیا میرویم. چی میرویم؟ از اون کجا میگردیم؟ مایلش. شنیدم که زاغ سیاه با زهرا علاقه دارد. درست است؟ من به این باور نمیکنم گرچنده که مردم میگویند. این همه تهمت است که بر دامولا بستند. عیب است، گناه است. من شنیدم را گفتم. یا توبه. سلیم دومولا زیو به سوالهای عاشقی بسیار زیبا جواب داد ها؟ او از تولدش این خیلی قابلیت داشته است. هیچ عیان نمی کند. با خدا آفرین. در حقیقت عالی جناب بود. من حتی اینقدرش رو انتظار نبودم. با تو یک چیز رو گویم. اگر او این طرف نقش بازی نمی کرد من کایها خودم رو بای می دادم. ما آمدیم. خوش آمدید. چی خیلی است؟ بین ما دست خالی ناومدیم. خوش آمدید. تشکر. کارخانه اتون بسیار هم زیبا بوده است. معقول شد. رحمت جانم. معلوم بود که زهرا یک معمار بسیار عالی جناب می شود. رسمهایش عالی جناب بود. اوه شرمندم نکن. رنگ اینجا بسیار موافق آمده است. معقول شد به خدا. اگر یگون کس آمده اینجا را بیند خودش پیشنهاد همکاری میکند. بس کن تعریف رو. تشکر. زهرا اولین روزی به سیر و گشت رفتنمون رو در یاد داری؟ او لباسی ما رو تو انتخاب کرده بودی کو؟ تو کو در انتخاب رنگ همه وقت عالی جناب هستی زهرا جان. در یاد دارم. سلام زهرا جان. خوش آمدی زیو. این چه سورپریزی زیبا. امروز به فکرم روزی سورپریز ها بوده است. وقت زیاد ندارم موندن نمیتوانم متاسفانه. خوش آمدی زیاد الله. خوش باشی سمی یوسف. اگر ناراحت نکنم یک چیز رو صحبت کرده میتوانیم زهرا؟ البته با اجازت شما. زهرا را کمی از شما دور میکنم خفه نشوید. خانم زهرا شما گفتید که با سمی یگان علاقه ندارید. دامولا من برای شما دروغ گفته بازی کرده ایستادم اما شما با من باور نکرده ایستادید. دامولا این چه خیلی گپ. البته که باور دارم. میخیل باشه چرا درباره سمی به من هیچ چیز نگفتید؟ چون که علاقه ندارم. چه خیل نداره؟ اولین روز سیر و گشتمان میگوید. دامولا یک بار به قهوه خانه رفتیم. به قهوه نوشید. یک بار. اول اخرش همین است. گوش کنید این به من تعلق ندارد. این حیات شخصی شماست. اما چیزی که به من تعلق دارد این است که از این من خبر ندارم. دیگر باز کی میداند این را؟ عجبا. نه فهمو. همه میداند یک من نمیدانم. خانم لطفاً گوش کنید. لطفاً از سمی دور شوید. بخشش شما از سیول کی دور میشوید؟ این حالا با موضوع ما چی دخل دارد؟ دخل دارد که میگویم. چه علاقه داشته از گوید من هم دانم. داملو بیاید این رو به یک طرف بذاریم. خیر مالش. از آن زاوی سیاه هم دور شدنتون رو خواهش میکنم. با جای آنکه ذکر خدا رو کنم در مسجد هم زاوی سیاه و زهرا میگویم. آدم و دیوانه شدن مگر این خیلی چیز درست است؟ با شخصی که من باری هم ندیدم چه خیلی بین ما علاقه میشود؟ سمی؟ اما روی سمی رو میبینید. باز به اول برگشتیم ها؟
گوش کنید زهرا، اگر شما با او نگاه نکنید او با شما این خیلی رفتار نمیکنه. گپای گفته‌تان رو گوشویتان فهمیده ایستاده است. مرا تحقیر نکنید، فهمو؟ من شما را تأخیر نکردم. کرده ایستادید. چی خیلی گپ ها؟ ای چی معنی دارد؟ مگر این خیلی رفتار کردن رو من به سمیر اجازه میدهم؟ من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ با شما وضعیت رو فهمونده ایستادم. یک بار به قهوه خانه رفتیم. زمانی که کودک بودیم گفتم این رو گفتم. دنبالو گوش کنید. این بازی برای هر دوی ما بسیار مشکل است، میدونید. اما یک روز یگان کس از این بازی ما خبردار می شود و واقعه را به همگان من میگوید. نمیخواهم. من این کار رو نمیخواهم. هیچی خیلی گپ نمیخواهم. چی خیلی اینقدر باور میکنید ببخشید. مایلش دنبالا هستید، طرز زندگیتون دیگر است میفهمم، اما در نتیجه شما هم انسان هستید. یک روز یگان زن به شما معقول می شود. اون زن سیوه شده میتواند، دیگر زن شده میتواند. نمیشود. چون که صاحب یگانه قلب من تویی. لطفاً دنبالو بس کنید، مغز رو میپوشیم. من از شما یک خواهش دارم. اگر حتی چنین هم باشد لطفاً به وعده دادتان وفا کنید و مرا در نیمه راه نگذارید. نقطه. این آخران گفته ما با شما شود. خانم زهرا، گوش کنید، من بارها گفتم که من شما را در نیمه راه نمیگذارم. تشکر زیاد. با اجازت شما. البته. سلام علیکم. علیکم سلام. من از امنیت کمیسر هستم. یک تحقیقات برده ایستادم. درباره یک طلبه کهنه شما یک چند سوال میپرسم. مرحمت. اما من نو تعیین شدم. با شما کمک کردن نمیتوانم. نباشد درباره کلتکیل است. یگان معلومات نداره یا که درباره خواهر گم شده او. خدایم چرا اینقدر من بی‌طالعم. شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بیس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر اونال گفت که یک خبر تجلی را به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکه شوکت، دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نموده. کجا برم؟ بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش را یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، میده با شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که حجت در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیل باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کند وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چی معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه هم خیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در ستولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیک چی میشه؟ برادر ایسو با کجا میروی؟ تسلیم نشوی بو. ما در اینجا چیکار میکنیم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟
اون خودش را با عقل فکر میکند، اما با کالتکله شوخی کردنش را با اون نشان میدهم. و خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار نیست شوکت. نقشه عادتی کلاس همین است. بوجت دیوونه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاه ما در این گونه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شахمат بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر رونالد در این حال باشد گروهش را جمع کرده با آنها صحبت دارد. رفته تسلیم نشدن من را میدانسته است. کالتکلسی که من میدانم آمده با پای خودش تسلیم نمیشود، اما خواه و ناخواه این حجت را گرفتن میخواهد. حالا باشد و فکر میکند که من رفته از شعبه پلیس حجت ها را میدزدم. از همین سبب شوکت حجت ها رو در شعبه پلیس نه، احتمال کلان در کشک خانهش پنهان کرده است. آدمان در حالی که تو رو در شعبه انتظارم، تو به خانه در اومده حجت را گرفته میآیند. بزرگان چی گفتن؟ چیکار چی ده گپ نیست. وای کالتکلاس. همه رو تفتیش کردی؟ سردارم خاطر نشید، من و همه همین شیر بچه ها به خدمت تیاریم. بیا کالتکلاس، بیا اکنون. سردارم یکی کالتکلاس از نقشه پروفسیونل شما آگاه شده باشد. آخر شما او را یک بار بادام افتونده بودید که او آدم بیعقل نیست. کالتکلاس هم آدم اندک مندک نیست که سردار. چی میگویی آدمی احمق؟ او عقل دارد و ما نداره. این طرح نگوی سردارم، عقل شما را برزگاه ندارد. من در خانه میروم. کالتکلاس در خانه بودن حجت را زخمی کردنش ممکن. گوش کنید، بسیار هوشیار باشید. فهمو؟ خطا نکنید، نمیبخشم. هوشیار باشید. روید از پس کارتون شوید. بری بچو. سردارم آخران سوالم را پرسم. پرس. اما وعده دیت که غضبناک نمیشوید. اوف لبین نمیشوم. پرس. سردارم به فکر من زاغسیا کالتکلاس نه شوکت است. شوکت؟ بله سردارم. پسرم چشم دارم، شوکت آخر مرد قد پست است. لیکن سردارم نقاب میپوشد. با فکر من وقتی که نقاب میپوشد قد شوکت دراز میشود. لبین اوف، پیش درو به خانه میروم. در رو کشم. رفته. جواب ده هلیش، جواب ده. عزیزم ها هله حاضر تمامی در و تریزه ها را محکم کن. اونال چه شده ایسو دست مرا ترساندی؟ عزیزم یگان جای ترسش نیست. من کمی پس در خانه می شوم. تو حالا در کجایی؟ در راهم آمده ایستادم. آمدم بعد گم میزنم. گفتم را کن لطفاً. مایلش با دقت باش، در نهایی که در هراس افتیدم.
خدایا یگان چیزی بد نشوده. اون حال جواب ده. لبای الو، اون حال در خونه کسی هست. بسیار ترسیده ایستادم. در کریدور ولی آرام باش. مایلش از خونه زود برو. زود برو. من زود میآیم. مایلش. چی شده ایستاده است؟ جانم در همینجا انتظار اون شد. چی شده ایستاده است؟ من میترسم. بعد میفهمونم عزیزم. رفتیم لبند. خواهرم